5 ثانیه دیگر افغانستان دیگه مدال طلا را تونسته بگیره و به قهرمانی در این مسابقات میرسه. اعتراض کادر فنی ایران درگیر شده با کادر فنی تیم ملی کشور ما. ظاهرا بازی ادامه پیدا خواهد کرد. میبینید که کمک مربی ایران واقعا عصبانی هست. نفرت کمک مربی ایران میبینید که خیلی جالب هست. البته ورزش دیگه جای این کارها نیست. افغانستان تانسته به قهرمانی برسه. 5 ثانیه مانده، 5 ثانیه و درگیری ها همچنان ادامه داره. حرکت خیر ورزشی، حرکت ناپسندیده از ایرانی ها رو میبینین که حالا وقتی بازی رو میبازن زورگویی میکنن و میبینید تا کجا هجوم آوردن به زمین مسابقه. این دیگه شخصیت یک بازنده هست. تنها یک بازنده از این کارها میکنه. حالا درگیری بیشتر میشه. چقدر بد. امیدوار هستیم که درگیری ادامه پیدا نکنن. نیروهای امنیتی هم باید دخیل شوند در این صحنه.